سلام به همگی. خوش اومدید به برنامه. امروز درباره نتو صحبت می‌کنیم. یک ستاره نوظهور در دنیای کریپتو. خب، داستان نتو چیه؟ سوال خوبی پرسیدی. نتو یک توکن کاربردی هست که بر پایه اسمارت کانترکت کار میکنه و تمرکزش روی گیمینگ و در آینده NFT هاست. این توکن روی بلاکچین پالیگان ساخته شده، بنابراین هم امنه هم مقیاس پذیر. جالب شد. پس چی نتو رو از بقیه توکن ها متمایز میکنه؟ ویژگی منحصر به فرد نتو ادغامش با پلتفرم های بازی هست. بازیکنان میتونن با انجام مأموریت های درون بازی توکن نتو کسب کنن و بعد در مارکت بازی استفاده کنن یا اونو بفروشن، مثل یک پل بین گیمینگ و بلاکچینه. خیلی باحاله. یعنی فقط مخصوص بازیکناست یا هر کسی میتونه توش مشارکت کنه؟ هر کسی میتونه وارد بشه، چه بازیکن باشی، چه سرمایه گذار یا حتی اگر فقط به کریپتو علاقه داری. نتو فرصت هایی برای همه داره. علاوه بر این، رویکرد جامعه محورش باعث شده خیلی در دسترس باشه. عالیه. به نظر میاد نتو یکی از اون پروژه هایی که باید حواسمون بهش باشه. ممنون که توضیح دادی. خواهش میکنم یادت نره برای اطلاعات بیشتر به سایت نتو به آدرس netotoken.net سر بزنی. تا بعد.